پایان عزیز باز خبرهای جدید رسید. گلیدر خان از بالول از پایین در سیر قوات کل نیرو را نگاه داشته بودن. بالول و گلیدر از پایین، دیگران از بالا. طالب آوردن از 4 طرف جمع کردن در ولایت که بلد است، ولایت پنجشیر. از 4 طرف طالب راکت باران دارن انجام میدن. میگه یک وضعیت شده که بگی یعنی دیگه مثل قیامت باره. فقط تعریفش میکنن، میگه مثل قیامت باره. نفری پیام داده که میگه 3 روز از نان نخورده بودم، در کوه بودم. حالی که وضعیت میبینم نان پیشم میگذارن، نان نمیخورم از خوشحالی. دیگه لطف پروردگار شدم، معجزه پروردگار زنده‌باد مجاهدین کبیر. تعریف کنم دیگه. خدا گوش کنید فقط لذت ببرید. گوش کنید. واقعا باید بکنیم. الله اکبر. ما باز امروز گفتم از این میترسم که فردا این روز فراموش کنیم و امیدوار هستیم که سیاست کلی ما در آینده مردم و خدا باشه. زنده‌باد مقاومت. تغییر کنه به ثبت سفارت‌های خارجی. تشکر، بخیر باشید. همین دقیقه باز خبرهای جدید رسید. جنگ شدید در پنجشیر شروع شده. بچه‌ها از درها برآمدن بیرون. بسیار شدید شروع شده. دیگه قیامان هماهنگ پیش میره. قیام از کابل شروع شد. رفت کاپیسا، پروان، غزنی، هرات، مزار شریف، دیگه دای کلدی پخش شده رفته. این قسمی پخش شده رفته. دیگه نمین دقیقه فقط از کابل شکل چون رسانه از عکس و فیلم از دای کلدی شروع کردن. از دیگه فقط تلفنی میاد که قیام شروع شده. تظاهرات شروع شده. بسیار حرکت جنگ شدید در پنجشیر شروع شده. این هم اطلاعات دقیق. بخیر باشین. تشکر. باز من اطلاعات جدید ما با اضافه میکنم. سالم است. من میال کنترل خودم میکنم، مگر خیلی عصبی، خیلی احساساتی هستم. پیام من بر رهبران التشیع افغانستان عبارت است: خلیلی، محقق، دانش. برادرای گرامی، برادرای افغانستان من، چرا شما نشستین قیام نمی کنین؟ بلکه کجا خود قایم کردین؟ التشیع امروز صدای احمد مسعود، جوانمرد پنجشیر، برآمده، تنها مانده. چرا دستش نمیگیرین؟ چرا پشتش استاد نمیشین؟ خواهش میکنم از پیشتان. پلیس زندرخور به شهادت رسید، طفل در شکمش بود. دالخورای پاکستان آمد پنجشیر بمباران کرد. قبر امچای مسعود ویران کرد، ما خبر شدیم. امروز قبر از او رو ویران کرد، فردا خانه تو رو خراب میکنه. اهل تصنع و اهل تشیع همه برادر و خواهر هستیم، از یک کشور هستیم. خواهش میکنم از پیشتان، خواهش میکنم ای که وارد افغانستان شده نه سونیست نه شیعه، ای وهابیست، ای افراطیست. در جنگ سوریه، در جنگ عراق سر بریدن، زنا را بردگی خود بردن، زنا را دست به دست فروختن، دخترای مردمه، زنای مردمه. حرامزادایش را تمام روز BBC نشان میده. خواهش از پیشتان میکنم دیگه یک دستو با هم شوین، لبیک بگوین به سخن، به صدای احمد مسعود. احمد مسعودی دعای ما برات است، شب و روز قرآن در بغلم است. تار مویت خیانت نشوه و از خدا خواستیم 120 سال عمر کنی، در هر صدای تا بشنوم رئیس جمهور افغانستان شوی. من خودم یک اهل تشیع هستم. راه پیشوای مرا شما پیش بردین، مردای افغانستان. زبانایتان زنا تیز است که ما مرد هستیم، مرد سالار هستیم. امروز ما ویدیوها رو میبینم کل زن برآمده. کجا قایم شدین؟ کجا چادرها رو در سرتان انداختین؟ در خانه به خانه پتستین. ما ویدیوها رو که سعی میکنم کلتان در دوکان هستین، کلتان استاد هستین، دست زیر بغل سعی نشانه میکنین. ناموس شما را زیر زمین پایین کردن. سلام به کل ملت. خدا کنه کل ملت جور خوب باشه. یک پیام خاص کسایی که فهمیدی سعی کردی بمباری فهمیدی پاکستان فهمیدی جام شهادت نوشیدین، با کل خانواده تسلیت ازم چیز میکنم. فهمیدی حالی فهمیدی سعی که ما فهمیدی انتقام میگیریم. کسایی که فهمیدی لایف میبینه دوستان دیوالا و تندرا قوم خیش کلت دیگه فهمیدی سعی که را بسته کنی. از طرف روز فهمیدی سعی که از طرف روز فهمیدی دیگه مردم ملت رنجیده افغانستان صدمه نیوفه. از طرف شاه کلت برای دیگه
از طرف شاه کلت برای باز با امید سعی کن انتقام میگیریم بخیر. این پاکستان که امیدی تو بمباری که به مداخله کرده و مردم امیدی سعی کن مردم به شهادت رساندیم دست پاکستان است. حالی دیگه ما شما کل ما شما با امیدی سعی کن پشتیبانی خود و شخص خودم اعلان میکنم با دیگه در گوشتان میای که چو میکنم من. اما چای احمد مقصود امیدی سعی کن خوب گپای پیام خوب رساند و کل مردم امیدی سعی کن سراسر دنیا امیدی گفت که مردم افغانستان کلت قیام کنه. ما هم امید یکی از هوادارا امیدی سعی کن شخصا دیگه خودم دیگه با دواز اول در گوشتون میایم که چه رقم امیدی سعی کن دیگه کلگی ملت و کلگی امیدی گفتنی ما اینمی است. از طرف روز نه که مردم امیدی صدمه نرسه، از طرف شاه کلت برای امیدی انتقام امیدی پاکستان بی ناموس که امیدی خائن آمده امیدی در کشور ما شما مداخله کرده دیگه از زنده بودن ما شما مرگ قبول داره. ایت دیگه امیدی سعی کن دیگه تعامل هم نیست دیگه هم نیست. شخصا خودم برآمدیم که تندیوالا امیدی سعی کن در 20 نفر 25 نفر جور شدیم دیگه باز امشب در گوشتون میاد که ما چه میکنیم دیگه وطن دارا دوستا اندیوالا امیدی کسایی که لایف ما رو میبینه برای دیگه کلتان دیگه بعد از امیم شو دیگه کل ما شما سال 31 آمده هستیم به جنگ. پاکستانی دالخور آمده امیدی سعی که مداخله کرده در وطن ما شما امیدی در ملک ما شما امیدی سعی که از مجاهدین از اسلام گفتیم دفاع میکنیم. مالی پاکستان که آمده کل ما شما امیدی سعی که دیگه آمده هستیم با جنگ. از طرف روز نه از طرف شب همگیتون برای دیگه اندیوالان کلتون تلایف هست. کلتون کل چیز داره، هیچ چیز کمبودی نداره. کل چیز فضل خدا میفهمم داره دیگه نفهمیدی کل در گوشه در بغل کاسته. از طرف شب برای که معلوم شما بگوی که بهتر سعی کن انتقام میگیریم نمیگیریم که پاکستان آمده مداخله کرده دیگه زیاد پر حرفی هم نمیکنم دیگه انتقام و بچه های پنشیر فهمیدی سعی که در بمباری پاکستان که زده که بم کلش فهمیدی تیارایش آمده انتقامش میگیریم بخیر. کلتون فهمیدی سعی که آگاه باشه کسایی که لایف ما رو میبینه اندیوالان کلت لایف هستی کلت مجاز هستی کل چیز داره دیگه برای دیگه بعد از این میم شاه کلتون برای از طرف روز نیک فهمیدی سعی که با مردم صدمه نرسه. از طرف شاه کلت برای که معلوم شود که ببینه که پاکستان زور است یا مردم ملت افغانستان در گوشه دنیا فهمیدی در 34 ولایتی که هستی کلتون برای دیگه بعد از این میم شاه دیگه تصمیم امام تصمیم دوستان دیوالا کلم ما یکی شده قاطی شدیم گفتیم به هر رقم آدم دو پیر نمیمره یک پیر نمیمره صحیح فهمیدی سعی کن باز دیگه یک پیر مرگ قبول داریم گپ میزنیم بعد از این شاه دیگه که دالخورای پاکستان فهمیدی آمده مداخله کرده در ملک ما شما در وطن ما شما فهمیدی سعی کن جوانا را زده فهمیدی سعی کن بمباری کرده کشته فهمیدی سعی کن دیگه بس از دیگه که ویخی تلخ آوردیم با سعی کنید در گوشتون میرسه که ما چه میکنیم بعد از این شاه دیگه اینی مردم های اندیوالا که کل دی لایف ما رو میبینه اونه کل در لایف هستی کل در همه چیز داره هیچ دیگه از هیچ چیز فهمیدی سعی کن از هیچ چیز کمبودی نداره برای دیگه کل دیگه اینه فهمیدی سعی کن دیگه در مرگوشه در بغل در کل 4 طرف فهمیدی سعی کن در کابل در گوشه دیگه کلت آمده باشه دیگه برای که از طرف شو برای از طرف روز نه از طرف شو کلت برای که معلوم شود که گپ چی از دیگه که دالخورا آمده فهمیدی سعی کن وطن ما شما را زده کالی بی که چه میکنیم بعد از این شو باباد صحیح سنه دیگه زیاد طرفی نمیکنم برای دیگه کلت میبوسم کلت دوست دارم ایلا بی کلت دیگه خدا کنه که پر حرفی نشده باشه